آنهایی که غلامی و بردگی یهود و نصارا داره. برادر و خواهر، عرض میکنم، زاری میکنم، گریه میکنم، رها کن دشمنان الله و رسول الله. اگر رئیس جمهوری، اگر وزیری، اگر پارلمانی، اگر اردویی، اگر پلیسی، تو را به خدا قسم میدم اگر میخوایی سرفراز دنیا و آخرت بشی، غلامی و بردگی یهود و نصارا رها کن که محمد رسول الله به صحرای محشر از تو شکایت خواهد کرد. به این است تو سفر شدی، تو سفر شدی در مقابل آمریکا. اگر من بیرون شم این نیروهای کثیف آمریکا رو بزنم و به جهنم بفرستم. تو میایی، تو مسلمان میایی پیش روی من و میگی من چگونه به تو رحم کنم، چگونه به تو شفقت کنم. او به پیامبر ما توهین میکنه، او به رهبر و آقایون توهین میکنه، او زن لختر میاره میگه این خدیجه و عایشه، او به مادر ما توهین میکنه. تو امروز چگونه از او کافر دفاع میکنی؟ رئیس جمهور بسه، بس از خدا بترس، وزیر از خدا بترس، کابینه از خدا بترس، والی و قماندان از خدا بترسید، از خدا بترسید، جواب دندان شکن بدهید به دشمنان. The Pentagon has apparently spent $28 million on forced camouflage Afghanistan military uniforms. Not only did they spend more money than they needed to on these uniforms for these Afghan soldiers, they purchased uniforms that aren't even effective, that wouldn't actually camouflage them because they're not fighting in the forest, they're fighting in desert terrain. $28 million at a minimum for purchasing those specific uniforms. Gone. We just threw $28 million in the garbage. Why? We've been in the middle of Afghanistan for what, like 16 years now? Where's the emergency? Since 2007, we've spent $93 million on 1.3 million uniforms for just Afghan soldiers. Yeah.